اگر فرصت کوتاهی داشته باشیم فکر می‌کنم آقای رامش راسخ صحبت‌های آقای باب مکدونالد رو هم ترجمه خواهد کرد به طور همزمان. همینجا از شما خداحافظی میکنم به دلیل اینکه وقت برنامه رو به پایان، ممکنه ما نتونیم تمام صحبت‌های آقای مکدونالد رو داشته باشیم. در ادامه برنامه‌های بخش فارسی شبکه خبری فارسی صدای آمریکا این سخنرانی رو و سخنرانی رئیس جمهور رو بهش خواهیم پرداخت. مهمانانی در برنامه خواهند بود و از زوایای متفاوت به سخنرانی رئیس جمهور و واکنش جمهوری خواهان اشاره خواهیم کرد. یکی دو نکته رو من اشاره بکنم، این که آقای مکدونالد تلاش خواهد کرد فصل مشترک نگاه جمهورخواهان رو با سیاست‌های پرزیدنت اوباما جستجو بکنه و احتمالاً در سخنرانیش به این مسئله اشاره خواهد کرد. بحث انتقاد جمهوری خواهان به اینکه دولت آقای اوباما و دموکرات‌ها هزینه‌های دولت رو افزایش دادن، به رغم طرح‌هایی که رئیس جمهور الان ازش صحبت می‌کرد. 1400 میلیارد دلار کسری بودجه که پیش بینی شده، صحبت از این هست این بالاترین رقم کسری بودجه از زمان جنگ جهانی دوم هست. و همطور که در سخنرانی می‌دیدیم بحث معافیت‌های مالیاتی که مطرح می‌شد، رئیس جمهور اونها رو مطرح می‌کرد. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه توامان استقبال می‌کردن از این امر. سرمایه‌گذاری در طرح‌های ابتکاری، بحث لایحه انرژی 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد. پرزیدنت اوباما از فردا از واشنگتن بیرون خواهد رفت، در همونطور که اشاره کرد در تمپای فلوریدا در مراسمی برای اعلام 8 میلیارد دلار برای 13 پروژه احداث قطارهای سریع السیر حضور خواهد داشت که هدفش ایجاد 10,000 فرصت شغلی است. روز جمعه رئیس جمهور همونطور که شنیدیم به میان صریح و لهجه‌ترین منتقدانش جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان در گرد همایی اونها در بالتیمور میره و برای اونها سخنرانی خواهد کرد. به نظر میرسه که آقای مکدونالد احتمالاً ساعت 2-3 دقیقه دیگه صحبت خودش رو آغاز خواهد کرد، به دلیل اینکه سر در واقع ساعت خبری خاصی باشه. از این جهت بعید میدونم ما فرصت بکنیم مثلا صحبت آقای مکدونالد رو در این بخش از برنامه پخش بکنیم. به پایان این برنامه ویژه رسیدیم. از شما تشکر میکنم برای توجهتون، همچنین از رامش راسخ برای برگردان گفتگو و شب بخیر و روز خوش به شما میگم در هر کجا که هستید و پایان برنامه. Thank you very much. Thank you. Good evening. شب بخیر. من باب مکدونالد هستم. 11 روز پیش من سوگند یاد کردم به عنوان فرماندار ایالت ویرجینیا. من در تالار تاریخی پارلمان ویرجینیا هستم که تاماس جفرسون اون رو بنا نهاد. مشکل آدم بعد از پرزیدنت اوباما صحبت کنه. پسرای 18 سالم بهم گفتن تا 10 دقیقه حرف بزنم و بریم برنامه ورزشی نگاه کنیم. من میخوام دیدگاه جمهوری خواه رو عنوان بکنم در رابطه با رویارویی با چالش ها. ما تشویق شدیم که پرزیدنت اوباما در مورد نیاز به خلق مشاغل صحبت کرد. همه آمریکایی‌ها باید بتونن مشاغل لازم داشته باشن و اون شرافتی رو که همراه با داشتن مشاغل هست باید بتونن بهره‌مند باشن از این موهبت.
بسیاری از ما که اینجا جمع شدیم، بسیار از شما که تماشا می‌کنید، خانواده و دوستانی دارید که شغلشون از دست دادن. از هر 10 آمریکایی یا آمریکایی بیکاره. این غیر قابل قبوله. اینجا در ویرجینیا ما با بیشترین میزان بیکاری در 25 سال اخیر روبرو هستیم و مشاغل جدید ایجاد مشاغل جدید اولویت اصلی دولت منه. سیاست‌های دولتی خوب باید رونق بده این مسائل رو. باید شرایط لازم رو فراهم بیاره برای ایجاد مشاغل جدید. ما باید سیاست‌هایی رو به کار ببریم که کمک بکنه به ابداع تا آمریکا بتونه رقابت بیشتری بکنه با دنیا. کاری که دولت نباید بکنه اینه که مقررات مالیاتی و غیر ذالکی که شغلا رو از بین میبره و طبقه متوسط رو بهش صدمه میزنه اونا رو زیاد بکنه. تاماس جفرسون گفت یک دولت منطقی میتونه کمک بکنه به توسعه صنایع و اون وقت جلوی نون خوردن مردم رو نخواهد گرفت. اون این حق داشت. الان دولت مرکزی دولت را سعی میکنه زیاده از حد کار انجام بده. به ما گفتن که این هزینه‌های دولتی مشاغل بیشتری ایجاد خواهد کرد. سال گذشته به ما گفتن در سال گذشته بیش از 3 میلیون نفر شغلشون از دست دادن، ولی کنگره دموکرات همچنان داره هزینه میکنه بیشتر و داره اون در واقع بدهی ملی رو افزایش میده. در 5 سال آینده ممکنه این میزان بدهی 2 برابر بشه. $100,000 در هر خانه الان میزان متوسط بدهی فدراله. اون تثبیتی که در مورد هزینه‌های امور اختیاری اعلام شد گام خوبی هست، ولی گام کوچیکی است. شرایط دور و زمانه ما از ما میخواد که در واقع ما تجدید بکنیم، اصلاح بکنیم نقش دولت رو در هر سطحی از زندگانی آمریکاییان. بدون اصلاحات اون رشد بی‌رویه دولت میتونه به رونق ما برای ما تهدید باشه. مردم آمریکا میخوان رهبران ما گوش بدن و بعد کار بکنن. ما اراده میخواهیم نه صحبت. ما همکاری میخواهیم نه شکاف‌های بین حزب‌ها. وجود مشترک زیادی وجوده. تمام آمریکاییان میگن که ما باید بیمه مراقبت‌های بهداشتی باشیم که قابل دسترس باشه از پس استفاده مالیش برای، ولی بیشتر آمریکاییان نمیخوان که بهترین سیستم بهداشت مراقبت بهداشتی به دولت داده بشه بدون اینکه مالیات اضافه پیدا کنه، بدون اینکه افراد سالمند مزایای بیمه بهداشتیشون رو از دست بدن. باید اجازه بدیم که خانواده ها بتونن برن در ایالت‌های دیگه بخریم. این محدودیت هایی که بر پزشکان و پرستاران هست در این مورد باید از بین بره. یک لوایحی وجود داره که فقط مبلغان منافع خاص اینا رو راه انداختن. آدرس این تارنما رو الان به شما گفتم و شما میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. تمام آمریکاییان میگن که آمریکا باید متکی باشه بر انرژی پاک. ما بهره‌مند هستیم از منابع گوناگون و باید از همشون استفاده بکنیم. پیشرفت در تکنولوژی میتونه گاز طبیعی بیشتری و فرآوردهای هسته‌ای بیشتری ایجاد بکنه که به ما کمک کنه. اینجا در ویرجینیا ما این فرصت رو داریم که اولین ایالت باشیم در شرق آمریکا که بتونه در